برادرای عزیز بزرگوار، وقتی که درباره استوریا گپ میزنی، شما کلا مردم بسیار منافق هستی. اصلا شما کافر هم هستی، یعنی بدین هستی، مطلق هستی. برای همو به استوریاهای مردم دیگر باوری نداره برادرای عزیز. هر چند که اگر شما را در گوشت از سحر تابعه در انا از تابعین تابعین گفتن، اگر مثال شما را نقل بکنن، شما آدم نمیشه. برای که شما مردم انا فرکاگی، مردم خود انسان نیستن. اونها مثل مردم قمسنگیر بسیار پدر لعنتی، یعنی بسیار عاقی پدری ظالم هستند. یکی مردم فرکا را با در یک حدیث میگه که با مردم فرکا یک لای از مردم قمسنگیر بالاتر هستند، که اونها خیلی با در دین سخترند. برای ما اگر همه دیگه عاقی پدر و بنگی و هنگی هستی، مثل مردم قمسنگیر هستش. ما برادر عزیز، انا دیگر در روزهای شنبه خیلی که من به سهم شما رسونده بودم برادر عزیز، فرزنداتون رو بگیرین، همراهی فرزنداتو بره دیسک کلوب ها، یعنی گفته بودم عرق بنوشه، پیوه بنوشه. شما همی کاری ایشان همچون یک شوخی فهمیده ایستاده. این شوخی نیست برادر عزیز. هر کسی که در مسافرت است، گفته بودم که روزهای شنبه بازار روز پیوه خری است، حتما پیوه بخری، با سلامتی تو بسیار فایده داره. یعنی گردات و سازه میکنه، که اصلا این تفشک ببینم به کیر مقام های. من همچون یک داملا میگم تو دا